بازی دستای دهه امیربک و دستپرورانی مکتب ورزشی دهه امیربک از راست، دسته دوری به نام استاد صدرالدین عینی از کنار چپ. مخلصی رها با یک صمیمیت رفتی صدقت را باز هم یک حرکت جالبی ورزشگران دسته امیربک ضربه را اندک بل امروز هم هواداران والیبال در این منطقه خیلی زیادن، امیدجان تشکیل کردن. عرض سپاس و تشکر میگیم به معاون رئیس حکومت ناحیه که ما را هم همراهی دارن. یک تنتنه را موسیقی و شهادتی دیگر دوستی است، رفاقت است، برادری است، صمیمیت است. هاپا هاپا برگشتی دسته امیربک مهمانان با بازی می‌درارند. دسته امیربک با کامیابی انجام دادند. یک خالی دیگر را صاحب شدند. عثمان را عوض کرد. برادران ابوبکر و عثمان، بعد این علی می آید. هاپا از این منطقه یک حرکتی ابوبکر به کنار راست، خیلی خوب وضعیتی کناری را پیشکش کردند. اما رقابت دسته امیربک با پیش می رود. ابوبکر پس پشتی دستش به زمین افتید. حالا بازیگران دسته امیربک صاحب یک خال دیگر شدند. 8-9 یک اودار، یک ضربه قوی مهمانان با کنار راست. حرکت دیگری ورزشگر دستگیری میکنیم. هوپا دستگیری میکنیم، کنار راست رو قوی تر میکنیم. دسته امیربک حمله را ادامه داد. بعد بازیگران دسته دانشگاهی آموزگاری شهر دوشنبه آزاد سیتکار آزاد گذاره دا. یک حرکت دیگر مهمانان آهسته آهسته بازیگری خط مرکز هوشیاری بودن برای مخلصان شرفمندی است. یک ضربه نشد، باز یک ضربه مهمانان را 12 خیلی مخلصین رو ضربه نمیزنند. یک کناری راست استوار کوشش از جانب دسته امیربک شروع شد. مهمانان به این سمت اعتبار ندادن. به کناری راست میدان یک حرکت دیگری دسته امیربک اما قشنگ انا همون بچه در خطی اخیر بازی کرده. خیلی هم از دسته امیربک فعال بود.
سم جوانان برآمند رشتان زمین این اقدام را، این تشبسکاری ها را در این لحظه های خیلی 15-16 دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه به بازی در آوردند. دسته امیربک یک توپ رو باز هم بازیگران دسته امیربک به بازی در آوردند. باز هم نتیجه ورزشگران دسته امیربک زرپوش‌هایی در میدان بوده زم کردن، حمله را باز هم تشکیل کردن و یک ضربه یکی اشتباه شهر دوشنبه این مردن پیروزی را باز هم استوارتر میکند. از این منطقه دسته امیربک بسیار بازی خوب، بسیار بازی جالب. برابری نشد. 23-22 یک ضربه بازیگران دسته امیربک کامیاب خطاگی. این بازیگران رو هم مهمانان خوب استفاده کردند و با افضلی یک امتیاز در دور اول